به همین دلیله که خب میگیم 70% شخصیت کودک زیر 7 سال شکل میگیره. چیزهایی که در کودکی یک فرد تجربه کرده، سبک دلبستگی، نوع فرزند پروری، تماما باعث تصمیماتش تو بزرگسالی میشه. اینکه من در کودکی عشق و درد رو چیزهایی دست در دست هم و همراه هم تجربه کرده باشم، باعث میشه که در بزرگسالی جذب فردی میشم که امروز به من عشق میده، فردا طردم میکنه. امروز بهم میگه دوستت دارم، فردا میگه اه چقدر بهم میچسبی. امروز بهم میگه چقدر خوشگل شدی، فردا بهم میگه یه 4 تا عمل جراحی دیگه هم انجام بدی بعدک نمیشی. یا یه رفتارهای این چینی که تو دائما تو تعارضی که این بالاخره منو این مدلی که هستم میخواد یا نمیخواد، انگار که منو همش میخواد تغییر بده. و عشق برای تو دقیقاً یعنی این چیزیه که ذهنت براش آشناه، دقیقاً تجربه هایی که تو هم تو کودکی مشابهش رو داشتی و باعث میشه که الان هم وقتی این تجربه رو داری ناخودآگاه اون حس امنیت رو میکنی. در واقع وقتی که تو عاشق کسی میشی، عاشق اون فرد نمیشی، عاشق اون حسی میشی که قبلا تجربهش کردی. تو وقتی که فکر میکنی من از این رابطه بیام بیرون میترسی که اگه من این آدم رو نبینم دیگه دق میکنم، من عاشقشم. تو عاشق اون آدم نیستی، تو عاشق چیزهایی هستی که تو اون رابطه داری تجربه میکنی. هر چقدر هم که غلط باشه اونها برای تو معنی عشق رو میده، برای تو امنیت معنی عشق رو نمیده. رابطه سالم، رابطه حمایتگرانه اصلا شاید آزاردهنده، کلافه کننده باشه. چیزی که برای تو خوشاینده همین چیزیه که تو ظرف عشقت از کودکی تا الان برات سرو شده. تو کودکی هم تو ظرف عشقت عشق با درد بوده، عشق با نفرت بوده، با تحقیر بوده، محبت بوده، بعد یک سری تعارض‌ها و سردی‌های رفتاری یا کلامی. تو بزرگسالی هم دقیقاً پارتنرت داره همون کارو میکنه، همون کاری که پدر مادرت یا کسایی که تو رو پرورش دادن بزرگت کردن، همون کارو پارتنرت هم دقیقاً همین الان میکنه و این ناخودآگاه برات میشه اون حس خوشایندی که تو همیشه به دنبالش بودی. و در واقع تعریف تو از یک رابطه خوب میشه اون چیزی که تو کودکی تجربه کردی. پس اگه سبک دلبستگیمون ناایمنه، ناخودآگاه ترس از دست دادن اون آدم برای من تبدیل میشه به یه تجربه ناخوشایند غیر قابل تحمل. ترس از دست دادن اون آدمه نیستا، باز هم ترس از دست دادن اون حس‌هایی که ما تو کودکی تجربه کردیم، اون حس‌هایی که از کودکی برامون آشنا هستش. و اینجاست که تمام تلاشمون رو میکنیم، دست و پا میزنیم که تو رابطه بمونیم. اینکه من دارم متقاعد میکنم پارتنرمو که بیا تغییر کنه، متقاعد میکنم خودمو که همه جای رابطه‌ام خراب نیستش، باز میشه درستش کرد. و این دست و پا زدن‌های الکی، جایی که بعد از اینکه ما کلی تلاش کردیم و نتیجه‌ای نگرفتیم، واقعا بی‌فایده است. اولین قدم برای رهایی از این حس اینه که تو قادر باشی به عنوان نظاره‌گر از بیرون رابطت رو ببینی. کاری که من الان دارم انجام میدم و رابطه تو رو دارم برات توصیف میکنم، این که بتونی توانایی پیدا کنی رابطه رو به عنوان یک مشاهده‌گر از بیرون ببینی بدون هیچ قضاوتی، این یک قدم بزرگ و مهم به سمت این هستش که تو بتونی خودت رو از رابطه بیرون بکشی. چون ما دچار یک مکانیزمی شدیم که تو روانشناسی بهش میگیم تقویت متناوب، کاری که در واقع یه معتاد با خودش میکنه. وقتی که مواد بهش نمیرسه و انقدر بیتاب دنبال مواده و به خودش قول میده که وقتی دیگه مواد رو کشیدم این بار دیگه دفعه آخرمه، و باز هم وقتی که دچار اون بالاخره نیازی میشه که ذهنش و بدنش به اون مواد داره و تمام تصمیمایی که گرفته کلا فراموش میکنه، هی این تناوب تکرار میشه. دقیقا همین کار رو هم ما داریم تو رابطه صمیمی انجام میدیم. یه کوچولو تقویت میگیریم، طرد میشیم، دچار شک و تردید نسبت به خودمون میشیم و میخوایم هی ذهن خودمون رو توجیه کنیم که همه جای رابطه خراب نیستش. اصلا بابا شاید منم که 100% مشکلات برمیگرده به من، شاید منم که آدمیم که خیلی گیر میدم تو رابطه.
من قبول دارم که بالاخره هر کدوم از ما هم نقص‌های خودمون رو تو رابطه داریم، ولی این که تو به وضوح بتونی ببینی که تو رابطه‌ای هستی که امنیت کافی رو دریافت نمی‌کنی، رابطه تعریف یک رابطه سالم رو نداره، در واقع تعریف اینه که تو اون مکانیسم گیر افتادی، تو اون چرخه سردرگمی و امیدواریه گیر افتادی. اینکه یک روز به خودت گیر میدی، خودتو زیر سوال میبری، تمام فلسفت راجع به زندگی زیر سوال میده، و یک روز دیگه با یک اتفاق خیلی کوچیک و جزئی یه امید اصلا واهی پیدا میکنی نسبت به زندگی. این میشه تعریف یک رابطه سم.